بحث امشب بحث گناهان کبیره. روایت است که جوانی بلند قامت میرسد به حضرت امام جقزن ماهر، از ایشان میپرسد اذا من قنبلی ولا خشتکی الا به تحت زانو انا حسی عجیبا بلبلکی فیما تحتی چیزا طویلا. حضرت در جواب میفرماید ان المسلمین احتملا معاملتون فی تحت جنابالی و انک کیرا کبیرا و تخما عظیما. یعنی اگر یک چیز سیاه رنگ و بزرگی به کون سفیدتان نزدیک شد، مبادا از یاد ببرید که شیطان در قالب حشرالاسود وسوسه می کند شق الکمر اشرف مخلوقات را الذین اخطفکم به کلتون کلفتان هذا الواجب الواذلین. حضرت در جای دیگر میفرماید لا ممکن دخولا فی سوراخ صغیر انما لا یحب زورا و فشار شدید. یعنی در آن دنیا از شما جواب میخواهند، شما جواب باید پس بدی، چه هست این حرکت ناشایست. علی حال این جوان رعنا را خود ادامه میدهد. آن بزرگوار از پشت سر نظری به این جوان میاندازد، دستی به سر آلت مبارک خویش میکشد و همانجا بود که سوره لواط نازل شد. حضرت رو به آسمان کردن فرموندن اللواط نعمتی و ایدیکم بالارض و باسنکم فی السما انما قنبلتون سفیدون بعدهم یجغجغون کل جمیعا. انشاءالله که مبحث امشب سوژه جگ آقایان رو مهیا کرده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.